سال 2017 بازار کریپتو مثل یک قطار پرسرعت بود. ICO ها سرمایه ها را به سرعت جذب کردند، اما خیلیا پس از حباب سقوط کردند. سال 2018 کریپتو وینتر قیمت ها را پایین کشید و نشان داد هیجان بدون زیرساخت پایدار نیست. در 2020 دیفای مسیر جدیدی باز کرد. بدون بانک ها امکان قرض و سرمایه گذاری به شکل غیر متمرکز شد. همزمان کرونا و سیاست‌های مالی جهانی باعث شد بیت کوین دوباره در مرکز توجه قرار بگیره. سال 2021 NFT ها دنیای هنر دیجیتال و کلکسیون ها را متحول کردند و کریپتو پانکس دوباره محبوب شدند. 2022 تا 2023 سقوط FTX و فشارهای قانونی نشان داد بازار متمرکز همچنان شکننده است، اما نهادی‌ها وارد شدند و بازار کمی بالغ‌تر شد. 2024 تا 2025 با ETF های بیت کوین، توکنیزه شدن دارایی‌های واقعی و ادغام هوش مصنوعی با بلاکچین، کریپتو وارد عصر جدیدی شده است. اینها همه ترندهای سال 2017 تا 2025 بودند. به نظر شما 2026 با چه ترندی منتظر ما هستش؟ نظرتون رو برامون کامنت کنید.